بسم الله الرحمن الرحیم. ولی الله بهرامزایی هستم، فرهنگی، رئیس شورای اسلامی روستای نصیرآباد، عضو هیئت مدیره شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان‌های سرباز و راسک، مشاور جوان فرماندار سابق سرباز و راسک و عضو کارگروه جوانان دفتر ارتباطات مردمی نماینده محترم حوزه انتخابی ایران شهر. مهمترین وظیفه فعالین و نخبگان و اندیشمندان و جوانان بلوچستان ما از نظر بنده این هست که اصول و شیوه صحیح مطالبه‌گری را در جامعه رواج بدن. تا زمانی که مطالبه‌ای نباشد، تا زمانی که دغدغه‌ای نباشد، قطعاً مشکلات دیده نمی‌شوند. عمق محرومیت‌ها بسیار بالاست علیرغم به هر حال خدمات نظام اسلامی و ما انتظار داریم که با شیوه صحیح و اصولی و رعایت اخلاق مداری به هر حال مشکلات مردم، مشکلات و دغدغه‌های جوانان و شایستگان رو به سمع و نظر مسئولین محترم برسانند. با شیوه درست و انسانی مطالبه‌گری موجب رشد و رونق و پیشرفت و شکوفایی مناطق خواهد شد و اگر کمکاری‌هایی بوده در گذشته، انشاءالله با مطالبه‌گری صحیح شما عزیزان فعالین محترم و همچنین نخبگان عزیز ما انشاءالله برطرف بشه گوشه و شمه از این مشکلات در دولت آینده. انشاءالله ما هم سهمی داشته باشیم در دولت جدید و انشاءالله با تمام وجود قطعا نخبگان ما، جوانان ما، شایستگان ما با تمام وجود انشاءالله در خدمت دولت خدمتگزار برای شکوفایی و پیشرفت و توسعه منطقه ما، شهرستان ما و بلوچستان ما انشاءالله خواهد بود. انتظار ما از دولت مردمی آیت الله رئیسی، انتظار جوانان، نخبگان و اندیشمندان منطقه بلوچستان این است که نگاه ویژه‌ای به مناطق بلوچستان، به مناطق محروم عنایت ویژه‌ای داشته باشند. بلوچستان ما فرزند ضعیف میهن اسلامی است، ایران اسلامی است. فرزند ضعیف نیازمند توجه ویژه تری هست، توجه بیشتری هست. ما از لحاظ راه‌های ارتباطی شهرستان سرباز یک شهرستان استراتژیک و استثنایی هست، یک ویژگی خاص جغرافیایی داره شهرستان سرباز. 100% کوهستانی است که نظیرش را ما در کشور نداریم، یعنی شهرستانی است که در حاشیه رودخانه بزرگ سرباز قرار داره. شهرستان ما یک شهرستانی است که 100% ما میتونیم بگیم 99% جمعیت هست در روستا هستن. روستایی ترین شهرستان کشور رو ما میتونیم لقب بدیم به شهرستان سرباز و پراکندگی بسیار بالایی داره و راه‌های صعب العبور و روستایی بسیار زیادی داره که نیازمند حمایت ویژه هست. بلوچستان ما جوانان و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بسیار زیادی عزیزان وجود داره. دولت مردان عزیز از شایستگان منطقه ما استفاده بفرمایید، از نخبگان و جوانان ما به هر حال استفاده کنید در سطوح مدیریتی بالا، از شایستگان بلوچستان در پست ها و مناصب دولتی بدون توجه به قوم و نژاد و به هر حال مذهب انشاءالله و بر اساس شایسته سالاری استفاده کنند و ما این امید رو داریم و مردم ما امید بسیار زیادی به دولت به هر حال خدمتگزار مردمی آیت الله رئیسی بستند و انشاءالله که این مطالبات محقق بشه. ارزیابی بنده از عملکرد 8 ساله دولت آقای روحانی در بلوچستان به طور کلی ما میتونیم بگیم قابل قبول نیست، با توجه به عمق محرومیت هایی که در به هر حال استان ما در بلوچستان هست، خصوصا مناطق مرزی، شهرستان هایی مانند شهرستان سرباز و راست و با توجه به حمایت های به هر حال مردم عزیز بلوچ از دولت قبل انتظارات بسیار بالاتر بود، چه در زمینه اعتبارات عمرانی، راه‌های روستایی، توسعه ارتباطات و در مناطق روستایی و همچنین به هر حال توسعه شبکه برق با توجه به گرمای طاقت فرسای تابستان در این مناطق
و زیرساخت‌ها و همچنین نیروهای انسانی که انتظار ما این بود در سطح حداقل معاون وزیر و هر حال افراد بیشتری در واقع ما از شایستگان بلوچستان استفاده میشد در دستگاه دولتی، اما این انتظارات برآورده نشد. با توجه به حمایت‌های گسترده مردم شریف این مناطق به هر حال دولت تدبیر امید می توانست قدم‌های بیشتری در راستای استفاده از نیروهای شایسته انسانی بلوچستان و توسعه مناطق مرزی و محروم بلوچستان بردارد و انشاءالله که دولت آینده این به هر حال درخواست و مطالبه رو محقق کند.